چه دموکراسی هم گنتر دیماتر سکتر و سکولاریزم تها یعنی شما اگر دموکراسی بیارید ابید چه سکولاریزم هم نبید اگر سکولاریزم بیارید بی دموکراسی هم نبید صدام حسین حکومت بالکل سکولاریه جنه نازدن شاه هم نیمه سکولارت وزیر هستد سوریه سکولارت یه درو شدن گذافی نزدیک که سکولاریزم آیا افسر درو جنه کتن برای دموکراسی نیستد یه دوی کاری انگوی یکا دیگران اشی این که من وقتی واسواسی همیه بودتا من البته وقتی کوامی توکا یه جوریت نکتا نه که کارو نکتا بله کوامی تها جوریتو نبودتا من وقتی کتاب نقد دین سرا بلوچی نوشته 1300 تا 6 سال تا من بلوچی نوشته هنگت هست بله نمانی جنام من نید نمانی چوکام من نید نمانی دوست سنگتان که تو یک کارمک من گوش که به هر حال باید یک روچی یکی بونگیچ بکن چوشو نبید که عربانی تها یه دین آگاهی ببید پارسیانی تها یه دین آگاهی ببید یه انفورماشون یه اطلاعات یه زانتو زانک سر جهی کومان ببید من کوم هنگت به توسید چه اسپینوزا یا هگل مارکس نیچه یا ولتر دیدرو تمروچی 600-700 سال واسطه دیگه واشنه باید یکی بونگیج بکن توی خطره تا ببید واشتش نه اگر توشیا که بلوچی بده یا باید ما شما طلاق و ولاک ببین من یتین جن مرد یا باید من و چوکم پشت نکن نموشش من پدان نشت و 3 سال توکای ترجمه کو پا پارسی ها انو پارسی ها شنگ بودتا بله نن که من پدا و تارا دوزتا که بلکه من کشن کام ناراحت بن نارضای بن دینی تنقید بکنم من تیویان اتها تلویزیون مانی ها یه دیگه تلویزیون اتها دین باید گب دیتا وقت آگهی داتا و تلپت کتا درنگاز کتا نن که دینا جنگ بکن نن که دینا مخالفت بکن نه مخالفت گپ نه جنگ گپ نه دین ستیزی پارسین کولا گپ نه بله اشی که دین چون بنیاد بودتا ما شما دین بنیاد چه یک نوک یا گفته نوک ازانی چیه نه نوک همه چیزیه که لوگه سربرایی کنن چه جهلا دا که هاورکایت آپایر بکن ما باشنین نوک مغربی بحرام مشرکی ندانم ما شما دین چه یک نوک یا زانتا که این نوکا شهر آپریت که پر لوگه سنبالگا شرکنگا چه هاورا باتا یا نه نوک اگر یکی ببی مردم نزان یه شهر نوکی یا نه بله اگر نوک دو ببن میتوزانه کجا یک آپا شرطر جهل کن ما شما چه یک نوکی یا چارتا آن نوک ملایانی نوک بودتا به همین خاطره چه یک نوکی یا تو شهر گنده یا ندانه که شهر بودتا یا نه بله نوک دو ببن نوک دو ببن مانا چی یعنی یکی دین پجاری چه دینی مردم دین پجاری چه غیر دینی دیدگاه و چمشان و دیدگاه هم اشیه که من وقتی توست چیر چادر اچتا من نبشته انتریو کتا شما توانید رادیو مانی ها بدنید رادیو مانی عزیز دادیار الف ز ی ز این عزیز دادیار چگونگی تدوین قرآن شما توانید او را بچارید و بوانید که یک کتاب چون ارد بودتا کدی ارد بودتا چونکا ارد بودتا بله کامت ها حقیقتا اشیه که ذهنی طورا مکام هنگا تیار نه اشکنگا گردن رگت هندران مردم گنزی گرن اجناک بان تپ بان باز جاها بچه که مواد بودتا بان چون من آزمانه وقت مذهبی بودتا بان من سر مذهبی بودتا بان من کراس 11 ها یک سه بحر قرآن حفظ بودتا بان هنگا من باز حفظ هنگا باز سوره من وانو چو عبدالباستا وانتا من بری پیش نمازی کتا
سوپیدور محمد مسیح تا من کلاس 11 بودتگوی پهره هم من مگرما پیشنوازی کتم مولا عبدالعزیز دور کتیم سیر کتیم مغربی و من نماز وانتا مولا عبدالعزیز باوتی مدنی من انجمنی ارکوتا من چه اصفهان که آتکگم مار رندکان داتا ساوا که من اصفهان یاد کنم واجه مسیح تا آدگ مسیح تا که یه جهتری مسیح هست و ده مولا حجره هست تو درس مرس شوان این مسیح نه گورا ما همو دا یک 3 ماه همو دا بودتم ما یک انجمن اسلامی په ورنایان ارکوتا من شفان ساعت 11 واجه من لوٹتا من پای مولانا اقبال پر شهر وانتنا سک مزید بودتم و رنجی هم کشتا در کرپا بچه دینا آسان نه اگر یکی باورمند ببین ایشی که سنگت علم جان یا واجه ستار جان بلکه چون خیال بکنم که منی استا و معمولی این تاریخ من واجه مولانا خطاب نکتم من واجه حضرت خطاب نکتم من واجه ندان امام و یه چیز خطاب نکتم من آیه همراهی گشتر بلوچی همراهی گشتر واجه مستتا داتا و همگتی دیم و من کام گوشته در زمانی که شما را وقتی روم نیست که چه بلوچان دفاع کنید این کوپگا میلت ایر کرد و این منی قوم حقی که پهک بی صاحب مبید اگر شما را راستی وقتی حزب کنید من هر کسا که گندان من آیا کنترکت هم ممشون سازمان دموکراتی کا ارد کنید این بارا نیم کنید نیمی بلد واجه گردنان بزدگی وقتی سروخ وقت ببید واجه ای جمعه نمازان سیده تچ کا گوشت که سیاسی کارا من کردم پس سیاسی مردمان بالکل من گو سیاسی مردمان مشورت کنم خبر کنم بلی نیستی هیچ نیستی و اگر واجه علم خبر راستی ببید ای باروا ستار جان منا نگوشند من وقتی کتا من وقتی وسواسم ای باره هستین سک که وطار مسیحی مکنه علم راها سیاست راها مسیحی مکنه واجه برتراند راسل مسترین پیلسوف جهان مسترین پیلسوف تمرو چی گوشید بشریت و وشبهتی تراهین در وازق دپا رسته بشریت مروچی وشبهتی زرین در وازق دپا رسته بلی ترکا گوست نکن پچیا اگر رسته در وازق دپا و پچی گوست نکن کشی اجدیای وقته تا ای اجدیای چه راه سرا چه ای در وازق دپا دیر مکنن وشبهتی ها بگر کتو نکنن اجدیا چیه؟ کشی دین و مذهب باورهای مذهبی و دین پچیا کهنگینه دستورات پرمان 1400 3000 سال پیش آشمه در مرچگینه نورند و هر ملتی که وقتی بحثی وجبهتی ها چه آزمان ها بروتی هیچ گرد به وجبهتی ها نرسید مردمانی که چه آزمان ها لوٹتگیش هنگا بوٹتگن آیان که وطارا چه آزمان ها جدا کتن مغربی بهرا زمینی قانون زورتگنتش وجبهت بودتگن و آزمانی قانون ها بشر دردانه ورن پرشتگان دردانه و این خاطره این خبره من هم نگوشید که تو چوش مکن چوش بید من گوشتگم که چوش مکنید نه تنها گوشتگم من نوشته 1300 تا که من نوشته یا رندی پا بلوچی ها یا رندی پا پارسی ها تریلیون تا هر جا گوشتگم بله چونکا ما گوندینا برخورد بکنیم مکران و بلوچستان ها که تو نتوانه هنگه خبر بکنیم اشتیا ضرور باید این راهی در کپید ضرور باید این آیه گوامگی را بچاره ضرور باید این آیه گوامگی پر شرقی زانه رو ببند چوش مبید که من دین در انگازی اتها مولایی این ماها را که دستان انتی تا قومه چاگرده وقتی صاحب در نکفته این ماها را چای دستان مگرید برای اگر هر کسا این وسواس هست مرا وقتی ماها را در بگیجید وقتی اوراکا در بگیجید وقتی جاده یا کشکا در مگیجید
چه اشیا محرومش مکن من یا برامشنی وش بود باز و شجاع حاجه من چرت تقول من کامنت یو هاو اکتم ده بارگوی تا آماده چرا من کامنت و نیم شیر من چبر نکنم شیر بود وان ارشاد چون من زاندکارتری مردم کنم مو تیگه هر کاری کنی شیری بکنی و اشتره با زوشی به سرم هست که امشب به دلم سر بزنم با خودم در دل شب ضربه خنجر بزنم عشق را خوب لگد مال کنم با دردم من اگر تیر به قلبم نزنم نامرد بروم می بزنم پیک دمادم بخورم بعد سیگار برقصم و کنسم بخورم دوست دارم بشوم مست بگویم که خوشم صبح با بوسه یک هرزه خودم را بکشم دوست دارم که گناهم بشود هرزگیم دوست دارم که بخندند به بیمزگیم وسط قصه به تو درد تعارف بکنم باز بر زندگی پوچ خودم تف بکنم تف به این قلب که هر شب به طبیبی جوشد تف به این پیرهنی که دل من می پوشد که بپوشد که حیادار شوم که شب از مستی چشمان تو بیدار شوم که شب از حس تجاوز به تو خرسند شوم که زبان بند شود و خیالی که ته قهوه من میبارد به سیاست بنویسم و تنم میخارد به سیاست وسط معرکه چشمک بزنم به سیاست به خط دختر تو تک بزنم به سیاست بنویسم که تو یادم دادی به سیاست بپرم در بغل آزادی عشق یعنی که در اندیشه من میکشد عشق یعنی بروی تا ته و بازی چه شوی عشق یعنی همه شب در طلب دین باشی عشق یعنی غزلی در دل شاهین باشی ناگهان دود کند صبح دموکراسی را ناگهان سنگ کند شاعر احساسی را ناگهان ناله زن توی سرم میپیچد ناگهان درد به پای پدرم میپیچد درد یعنی که زمستان برسد کال شوی درد یعنی وسط زجه من لال شوی درد یعنی که برای خودت ایمان بخری درد یعنی که تنت را بدهی نان بخری منت بود براو واجه برام کن واجه برام کن نوبته من ماده گوشتارو کنم بچه بفرم رند ما گوشتار رند شهر واجه دکتر عظیم تا مایک جا مایک جهت که مشروعیت کلام اعتماد و همراه سازی چون در شفافیت بی در حقیقت گویی و دموکراسی تا زمانی که این روند با دانش و علم واقعا همراه بودند با همین سکولاریزمی که مروچی در میان تمام اقشار و طبقات جاگاهی پاچ کده پیشینه گذشته انسان ها نصف حقیقت ها بگوشند و نصف دیگر را پناه بکنند به خاطر توجیه کنگ و جاگاهت اعتماد همراهی همفکری واقع چیزی توی سایه روته جامعه ماشوا مشکل اساسی عزیزان تمام جوانب دزایایی که سرنوشت این راجعه اگه صاف و آشکار با اعتماد و روشن و واقعا در محیط دموکراتیک مطرح نبودن
در واقع هرچی که واجدات یارو گو قلب به دستان آگاه ما از امورات کم بند ولی باز هم جای خوشبینی که هنو با این فضای جدیدی که واقعی رونقی که سکولاریزم و دموکراسی به جاگاه ها در میان طبقات اکثر پیدا بکن امیدوار هر چیز زودتر نوشتاران واجه تیمور و شعران واجه منوچهر و گشت و گدازان کلامی فرهنگی و دانشگاهی و جاگاه پاچ بکنن تا این راج بزاد کجا بوده و پیشینه و کجا رونقه امید سک بازه و گوش داره کم وقت اراده اگه ضرورت بود واب نکاتا گاب کنه غیرتوار واجه تیمور خان اگه تموی تاست گافت هست مایک تیگه واجه وجه من عرض خاصی نی آواجه ای که من جستی کرتگت ما ربط چارت اوده ما هیچی ندی و ای وحدی گوتی هم دیوان ترک کرته و شر ما معذوری نگیم من نندم و گوش دارم وجه واجهان دیوانه شهر بانوکانی مایکت پچه گار تک گافت هست مایک تیگه تشکری کنم که شما واجه های شفی منی گفت بود گوش کتن تو منی پسا دادن شفی وحشیم پر شما درست رزو کنم کما یار ببید وحشیم تیمور جان وجه تو هنگا کار کنگه یا چو من پیر بود دیگه چه کارا چوبتیه من وجه 4 سال که لوگا کافی اوکی بازنشستگی یا بیماری چیزی بوده این 1 سال نزدیک 1 سال و نیمه که بازنشستم ولی پیسر بیمار بوده بیماری شروع بوده هنو گیتره شکره پیش ما تصوری بهتره بله حمله کردی و چینو هم بوده و مقدار همین مسائل هسته جی شهر سنگتان شما شکروش واش باتی واشه درابطه سوبین ستار جان یاد بیشی وانا ران دادرتن واجه دادیار یاد بیشی ستار باید بوانت ران دادرا شهر ستار شهر بالکل جی ستار پہلا نہیں ما دویتی ایرکنا ما پت واجه عزیز لوٹیں جستا بکنا که آیا شما دینا از تمام لایه مثلا زیر سوال بره یا نه یک چیزی لایه از دینه که به درد جامعه با مرچی بچی من نه معنی نظرانه من نظر دین هیچ درد نه نیازمندی مادی دینا هیچ نیست نه یعنی هیچ انسان یا نیازی پر دین نیست پچه که اگر مبی مردم هیچ جا درد نکن تو مثلا افغانستان فرض کنی یا هر جامعه یا تو 5 ساعت مثلا صبح ساعت 11 یا 8 صبح یا 6 صبح 5 ساعت برکا بجلی یا کهربا یا بند کن بچار که چیه بید دنیا تبل بید یک زمانگی البته یک زمانگی که مردمان نیکی نزانته بدی نزانته شری نزانته خرابی نزانته دردی وارتگی ها بوده مردم توان مثالان بیارید بله هنو مثلا سویدان توکا فرزن غیر چه البته ابیر چه یک روحی واحگی که عادت سرا بوده هیله سرا بوده اگر نه تو دینا مزدوره فرض کنی کتابا قرآن تو بالکل چه سویدا انجیلا بالکل تو چه لوگان درگیج بالکل یک دانگی مبید هیچ تغییری نه برکا کپید نه جاده ها کپید نه گاریان سرا کپید نه کچین ها کپید نه هیچ اتفاقی نکپید بله تو نیم ساعت کهربای دور کن دنیا تباه بید
به همین خاطر نیازمندی مادی دینان نیست. فرضاً انجیل تو بیچاره، فرض کنه انجیل تو بیچاره، فرضاً تورات تو بیچاره، همین کتابان بیچاره اشان تونه ودا صابون یگنده صابون ارکنگا مردم دستی بیفیدی نه تو تونه درزی چرکی بگنده ارکنگا که مردم پوچ چکن نه تو تونه ودا تایری پر دو چرخه پنتر کنه ودا در بگیجه سوچینی که بندی که ما کنه در بگیجه هیچ چیزیه چه یه چیزان که آیا گوشته دین یعنی حسن دنیا و حسن الاخره. اولا باید اولی بخشا پر بکن که حسن دنیا یعنی حسن دنیا چیه؟ حسنه یعنی شری، یعنی آسودگی. حسنه یعنی شری آسودگی. ترا وقتی که نن لوگ ببید، نن تی لوگا کمک بکن، نن تی وراکا کمک بکن، نن تی پوچا کمک بکن تو چه اوه دا در بگیجه، چه یک کتاب در بگیجه، برا آخرت آیه پیشکش. و همین خاطره چه دین جدایی یا کسا هیچ نبید، هیچ. و همین خاطره من خیالا دینا مروچی پیشرفتگی دنیای اتها گرچه مزاحمت هیچ چیز نبی. همین دابا که واجب برتراند راسته گوشتگد ای اجدها ای دروازه دپین تا ای دروازه دپین ارد نبید. افغانستان ارد نبید، ایران ارد نبید، پاکستان ارد نبید، بلی ای دنیا که ای اجدهایش درگید که چه دروازه برو بیچارش تا جین اروپای بیچار مغرب زمین رو بیچار دینش دنیای چه سیاست ها چه حکومت ها دور کتا واش بهتن درستگی ای اجدهاش تیلم داتا. ای اجدها باید تیلم دیگ ببید. بله یک روحی چیزی تو نتوانه بگوشه که دین دوری بید چه جامعه یا من بشون نه. دینه دور کنه، دینه سوچه، دینه دور دیگ پزور نبود دنی هبری دین هست. فرانسه مسترین جامعه که دین آیتو کا نیست منح کتا سکسل منح کتا چه کتابان چه اسکورا چه هر جاها چه مالیات و مسیطان درست کشته. بر وقتی که اسکوف رو پاپ روت یک سال دو سال رندیار فرانسه 400,000 نفر جمعی بیروت فیلسوف هستین دینا همچین فیلسوفان که آینی حسن زبان بنده نبید یک نیاز روحی هستی. بله به لحاظ واقعی دنیای دست دردا پس سامان ارکنگا پس گهبودی مادی یا دینا هیچ پایده نیستی. این منی نظری البته بلکه این غلط ببین. من توان وجه من فقط ترى لوٹا یک چیزی بوشم مرچی جی علم جی پزشکی که دنیا توکا خو علم پزشکی به این اثبات کرده که آقا دستور العملی که در قرآن بیتگان در 1400 سال پیش مرچی به کار علم پزشکی آیگان خو به عنوان مثال من تر یک مثال ساده انسان از نظر روحی مرچی ما اگر جامعه اروپا بیچاره چه روحی لحاظ جامعه بیمار ہے کلن یہ قبول کریں یا نہ اصلا جامعه از نظر روحی بیمار ہے بچے طبق ہمارا ایک مگندگی طلاق ولاق جامعه کشتا بہرحال مردم اچھی تنفر خب یک لاحظی چیز هستن که دین مرچی ہما ناباوران دین ہمیں دینا چه استفادهش کنگا ہما گندگی مثلا بعنوان مثلا یک که چه اما دلیل بیتا واحدا ماش ما بلوچن گوشتک روچا ناکن شپا ناکن مچین شیک کے کتا کو یہ شیک بدلیل یہ دلیل بیتا مرچی علمہ ثابت تا کہ آگا میدو ناکن روچا بول معروف مرده شپا زندگی کو کشی به درد جامعه بشری ہوا مانوش تمام لائے دین مرچی به ضرر بول معروف به جامعه نه حتی جامعه دین هم به کمک جامعه که حتما این دین هم به جامعه نیازه جامعه هم نیازه به دین نہیں کہ معاشر دین دور دے ہنچو کہ در اروپا بول معروف طرف وقتی مشکلی تو کا کبھی رو کلیسا دعا کا ہمیشہ کہ بول معروف مرچی قبول نہ کم ہمیں عیسائی رو کلیسا دعا کا علت چاہیے بالکل یک نیازی ہم نسبت دین ہے نا کہ در دنیا تو کجا جاگا اصلا دین کلن یعنی از کشور بول معروف اما اجدعا که بنام دین جته که هیچ کجا نہیں در اروپا در امریکا تمام جہاں تو بچارے یہ چیز ہستاں اور حتما یہ خوبی دینہ بیتا نا
ما درست من نمیشه ترگوش من عرض کو که کهنه زمانگان دور بوده نیازمندی بوده پچه که مردم آوادی هیچ ندانته و دین چه آزمانه نیاد کرد شرطری مردم دانشورتری مردم آیانه که چیزی که شرطر دانته ایش بچه دین هیچ گر زمانه گیه نیاد کرد که کهربا ببید برق ببید بجلی ببید گاڑی ببید چه زمانی که برق و گاڑی و بجلی آد کردن دین چوتی بوده دین گوشند که علم دو بحره یک بحری همه زمانه گیگین که آیا گوشند افواهی زبانی نبشتاری نه دین نبشتاری زمانه گا نیاد کرد شبانی چوپانی زمانه گین که اسکول نبوده مدرسه نبوده یونیورسیتی نبوده نبیسگ هم نبوده این زمانه گا گوشند علم زمانه گین شبانی علم زبانه شبانی چیه؟ گفتاری نبشتاری نه دین په سختی نبیسد بوده په سختی پچه که مدرسه نبوده اسکول نبوده دین ساده عادی برای وقتی که گوشنی که زمانه نبشتاریه که این زمانه که نبشتاری نه گفتاری اشیا باشن زمانه شبانی که پیامبرانی زمانه گین یک علمی هسته که دوره نبشتاری دوره و زمانه نبشتاری دوره روشنفکری دوره روشنگری دوره ارسطویی دوره افلاطونی اشیا باشن دوره نبشتاری زبان دیگری علمی دیگری مثلا ارسطو فلسفی کتاب علمی کتاب تا مرور چی سجه دانشگاهانی تا که تو روه تو نبی بروه فلسفه بوانه عبید چه اشیا که ارسطوی کتاب اویدا ببید افلاطون اویدا ببید اسپینوزای اویدا ببید سوالی پیدا نبی تو بی آیان بتوانه فلسفه بوانه کدی نویسد بودتگن 1000 سال پیش چه اسلام پیامبرا 1000 سال پیسر و هیچ تغییر هم نوارده سطری هم خراب نبوده بله انجیل یا مثلا قرآن هیچ جا که تو بروه فلسفه بانه یک کتابی هم تره بده یه انجیل ایگی تو توانه بروه انجیل توانه بروه اسکولی مذهبی اسکولی اسکوفی یا مکتبی حجره دارالعلم تو که بله دانشگاهانی تا یونیورسیتیانی تا او دا که فلسفه وانی نه او دا قرآن و انجیل نیه بله ارسطوی کتاب هستن بچه ها که دوره نوشتاری ایگن دوره گفتاری نیان دوره دین اصولا مال دوره شبانی ای وقتی که برد یاد که بدی یاد که نه پیغمبر جا که نه جن هر دو شدن نیستیم دیگه اشیگه که بله به عنوان نیازی هنچو که تو گوشت لحظه مردم هست به همین خاطر گوشن که دین یک وجدانی خبریه به علم ثابت نبی دینه کار وجدانی هند و علم نه آزمایشی نه آزمایش ها چکاسگ نبید مثلا تو هر داب بکنه تو جبریل آرت نکنه که تجزیه بکنه آزمایشگاهی ببره که جبریل چیه بچه که بشر دسترس دوره نه گندگی بید نه لمس بید نه کسی دیده نه هیچی بله آیه کار و کرداران که بچه آرک بوده بچه گوشک بوده بلکه تو بتوانه خبر بکنه درباره آیه وحیه گندگی چیزی نه آزمایش نبید اشان وجدانی خبرن تو تونه بمنه من تونه ممنم تو په علم ثابت کرده نکنه منتوار وجه عزیز من بتایی بات جی مهربانی وجه من دو بیتی تی خاطره وانا اگر واجه ماره جی واش ارشاد در عشق تو هم نصیحت و پند چه سود در عشق تو هم نصیحت و پند چه سود زهر آب چشیدم مرا پند چه سود گویند مرا که بند بر پاش نهید دیوانه دل از پام بر بند چه سود منتوار باز واش شپی واشینت ساک من بهره بود ساک سود
علم دو طرفه، این چیزی شما گوشید ما بلد بین، چیزی ما گوشید شما بلکه در دابورد. علم یک طرفه نه و علم هیچ کسی نه. علم به همین خاطر پهر نبندم مگر احمق، به همین خاطر که هیچ کسی نه. و شو سوبین باتید. سلام عزیز. تاج تیگوارا نشتا کتی. نه تاج قرار ہے واسه انقلابی بجان بانو خانی شو بل منی حال ده وشنی تاج هشتگ گانا ہے وداری دن تاج حاجی حمزه انگه نمازی ته یاتی نمانا تكون أتصل توات شر جی हाँ شر واجد تيمور خان أبركو واجب رام خان واجد ستار واجان گا پشنگا وشی گا پینی ما دكتور صاحب دکتر ما کی دست هر واحد بزرگی آیه نادره شهریار گوشته بل جگره شهریار خداحافظی کو دکتر گاپی ابجام دکتر عظیم واب کافتی دکتر عظیم واب کافته تاج بزن یا گانای بندی کنن کوتی تاج چه شانا میکره نعم قد بنجوش كاشتير